ها، به خانواده سبز من خوش اومدین. سلام بچه‌ها، به خانواده سبز غزال خوش اومدین. اومدیم با پارت سوم. کجا بودیم دقیقاً؟ ببین، نه قطعی نیستم ولی باید به من 6 ماه فرصت بدید. یعنی من 6 ماه به خودم و محسن فرصت دادم که ببینم که بالاخره چه اتفاقی میفته، بالاخره میشه ما با هم بریم توی رابطه یا نه. قبل از اینکه شروع کنیم در ابتدای ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب، زنگوله روی آل و حتما توجه کنید که کامنت انگلیسی بذارید. چرا؟ چون ثابتون میپره. بریم برای ادامه ویدیو. خب این 6 ماه که شروع شد، 2-3 ماه اولش مثل جنگ ایران و عراق بود. یعنی این 2-3 ماه مثل 8 سال جنگ گذشت. چرا؟ چون دعوا درست میکرد، بعد جنگ و خونمالی میشد. یه هفته قبل بودیم 2 هفته آشتی، 2 هفته قبل بودیم 1 هفته آشتی. من نمیدونم چرا این اتفاق پیش می اومد. علیرغم اینکه اطرافیان، دوست، آشنا، غریبه، رهگذر همه سعی داشتن که ما رو از هم جدا کنن و اصلا عجیب و غریب مخالفت میکردن. آقا به شما چه ربطی داره؟ که این مخالفت ها هم اضافه میشد بر این قهر و آشتی‌ها. بعد از 3 ماه که گذشت یک دعوای شدید پیش اومد. چطوری؟ بحث درست کرد، دعوا شد. توی اون دعوا مثلا اینجوری بودم که دیگه خیلی خودتو کنترل کن، هی ولی داد و بیداد میکردیم، ولی یهو زد پس گردنم. تو این 6 ماه می‌خواستم امتحانش کنم ببینم صبرش تا چه حده، اعتقاداتش چجوریه، نمیدونم چقدر طرز فکرش به من نزدیکه. می‌خواستم عصبیش کنم و محکم زدم پس گردنش. محسن نقطه ضعفش پس گردنشه، یعنی تنها چیزی که محسن رو میتونه عصبانی کنه زدن پس گردنشه. بعد از که زدم پس گردنش یه دفعه بلند شد، یکم اینجوری برابر نام کرد، یه نفس کشید، کوبید با موهاش تو دیوار و اینجا این دوتا استخون دستش شکست. اولین دیواری که پیدا کردم و کوبیدم توش. یه جوری که دیوار مثلا قشنگ جای این 4 تا استخونش رو دیوار مون، یعنی رفت تو یکم. صدای شکستن دستشو شنیدم ولی به رو خودم نیاوردم. منم به رو خودم نیاوردم. اونجا ما با هم دیگه شروع نکرده تموم کردیم. آناناس داره خودشو میکشه. اونجا ما با هم قبل اینکه اصلا با هم دیگه دوست بشیم و من میخوام جواب مثبت بدم تموم کردم. گفتم برو بابا این دیوونه از این مش میکوبه به دیوار، فردا میخواد نمیشه 1000 تا کار دیگه بکنی تو عصبانیت. اصلا من بهش میگم نه. آره اینجوری شد که تموم شد. بعد آقا ما رفتیم و منم با خودم گفتم ولم کن بابا، این خلوچه دعوا درست میکنه، همش جنگ درست میکنه، ول کن. مگه مغز ما اصلا راه آوردن؟ غلط کردم گفتم میدونم وارد چه میدون جنگی میشم، خدا نگهدار. آقا روز اول گذشت گفتم ولش کن میگذره. روز دوم گذشت گفتم سخت میگذره. روز سوم به پهنای صورت ار میزدم و دنبال این بودن که برم باش آشتی کنم. به موقعی که شب یلا نزدیک شده بود و گفتم که بهترین موقع است که برم به بهانه شب یلا و کادو و از اینجور غلط کردم و بالاخره به قول یاری گفتنی گوه خوردم و واسه همین وقتا گذاشتم. گفتم میرم که غلط کردم، مثلا رو رفتارم فلان میکنم، خب عصبانی شدم فلان درست میشه. آقا رفتم و از شانس بدم اون شب یه اتفاقی افتاد بعدش که آقا ما رفتیم اونجا نشستیم دم در خونش و هی در زدم، زنگ زدم، جواب نمیداد. چون لامپ خونش روشن بود میدونستم خونه است، واسه همین پیگیر نشستم تا اینکه بالاخره مثلا اعصابش ته کشید و بچه گریه تا اینکه اعصابش ته کشید و اومد دم در و گفت چیه؟ چی گفتی؟ من در باز کردم گفتم چیه؟ نمیخوای دست از سر من برداری؟ مگه من تو برنامه تموم نکردیم؟ خیلی اینم خیلی آدم بی‌نهایت مغروره، اینجوری نگاش نکنین، خیلی مغروره. گفتش که هیچی، اومده بودم چون میدونستم شب یلدا تنهایی برای وسایل یلدایی آوردم. گفتم من نیاز ندارم تق در بس. و حالا من چرا پیش خانواده‌ام نبودم؟ خیلی راه من از خونه مامانم اینا دور بود و ترجیح میدادم که آخه اگه ماشینی چیزی نبود یا کسی مثلا دنبال من نمیومد واقعا نمیشد از وسط جنگل بخوای بیای پایین. ترجیح میدادم که مثلا دیگه این راهی نرم و بیام. خونه موندم و اینکه گربه من مریض بود، موقع گربه رو نجات داده بودم، مریض بود و مثلا ترجیح دادم که پیشش بمونم. خیلی هم اون شب حالش بد بود. بعد
دوباره دیدم که این نمیره، هی در دیدم گناه داره نمیره، اینا دم در مونده. اون در رو باز کردم، گفتم که الان چیکار بکنم؟ گفت بیا این وسایل رو بگی برو، من اصلا کاری ندارم. گفتم که وسایل رو دم در، حالا هر وقت خواستم میام میگیرم. دوباره تق در رو بستم، دوباره در زد. در باز گفتم چیه؟ گفت تازه اون لباسی که با هم خریدیم اون پوشیدم. چه آخه 2-3 روز دقیقاً قبل از این دعوا رفتیم به سلیقه غذا لباس گرفتیم. گفت مثلا این خیلی قشنگه گرفتیم و من گفتم خدایا چیکار کنم که مثلا دلشو به دست بیارم، مثلا برگرده فلان. گفتم هم کادو میگیرم هم لباسایی که خیلی دوست داره رو میپوشم، دیگه تمومه. بعد دیگه دیدم جواب نداد، این شکلی کردم با بغض تا اینجا. گفتم تازه لباسایی دوست داشتم پوشیدم با همین. بعد من گفتم که برای مهم نیست، دوباره در بستم. بعد وقتی در بستم انقدر قربون سرش رفتم پیش خودم. بعد گریان و اشکان رفتم خونه. بعد من اومدم وسایل عدم در برداشتن، مثلا چند تا هدیه خریده بود، 2 تا هدیه کوچولو خریده بود. بعد حالا از شانس بعد محسن 1 ساعت بعد اینکه محسن رفت، گربه من مرد متاسفانه. و من اینقدر حالم بد بود تصمیم گرفتم بهش زنگ بزنم، چون خیلی هم تنها بودم هم خیلی حال بدی داشتم. گفتم بهش زنگ بزنم که بیا تموم کنیم این جنگ و دعوا رو اینا رو. هر چی بهش زنگ زدم جواب نمیداد. خواب بودم. اینقدر گریه کرده بودم خواب بودم. بعد آره جونم خدا. بعد از اون شب من خب گربه‌ام بردم بیرون، تنهایی دفنش کردم، کلی براش عزاداری کردم. و اون شب خبری از محسن نشد و من گفتم که دیدی اشتباه کردی، این اصلا نباید از اولم بهش زنگ میزدی، این پرو شد نمیدونم اینجوری شد. برداشتم محسن زنگ زد، چون که زنگ زدن رو جواب دادم. گفت چی شده؟ گفتم که گربه مرده. خب این محسن هم به اون گربه خیلی وابسته بود، چون اون کوچولو بود، مثلا پیش ما بزرگ شده بود، یه بیماری خیلی بدی مادرزادی داشت و درمانم نمیشد. یعنی ما میدونستیم که بالاخره یه روزی از بین میره. خیلی ناراحت شد از این قضیه و اومد و ما همین باعث شد که ما با هم دیگه آشتی کردیم، با هم دیگه رفت آمد داشتیم. دوباره 1 ماه از سر سال پناه مونده بود و من باید تصمیم میگرفتم که با اجاره 2 برابر میخوام اونجا بشینم یا اینکه باید پناه رو تحویل بدم. میدونستم 99% باید از اونجا برم. توی این 1 ماهی که ما با هم برگشتیم و تایم داشتیم، همزمان هم دنبال خونه میگشتیم و همزمان خیلی عجیب و غریب این وابستگی شدید شد. اصلا نمیدونستیم چرا. یادمه که غزال گفته بود اگر یه روزی یه زمانی من یک وسیله‌ای رو بهت دادم بدون جواب من مثبته، من جوابمو با اون وسیله بهت میگم. حالا ممکنه مثلا 1 سال دیگه طول بکشه یا مثلا 2 هفته دیگه، ولی هر وقت اون وسیله بود دیگه 100% من قطعی ام باهات تا آخرش هستم. گفتم خب باشه. از ذهنم درگیر شده بود تا اینکه تو این 1 ماهه آخرین دوره همین که توی پناه اتفاق میفته، چون من میدونستم که باید پناهو تحویل بدم و قطعا نمیتونستم که یه اجاره 2 برابر اون چیزی که داشتم میدادم و پرداخت بکنم. توی این دوره همین کسایی بودن که مثلا خیلی به هم نزدیک بودیم، یعنی دیگه کسایی که بیشیله پیله بودن، مخصوصا اون رفیقمون که 17 سالش بود، اسمش هم شایان بود. خب به غزال میگفت مامانی. تحت فشار این بود که چرا همه میگن بهش نه. مثلا همه تمام دوستامون به ما میگفتن که نه شما نباید، به غیر از همون دوست 17 سالمون و حالا اون یکی دوستمون هم میگفتن که نه نباید شما با هم دیگه بریم تو رابطه. به من میگفتن محسن به درد تو نمیخوره، به محسن میگفتن غزال به درد تو نمیخوره و اینکه ما تحت فشار خیلی شدید بودیم، مخصوصا من، چون هیچکی نمیرفت به محسن بگه، همه به من میگفتن و وقتی میدیدن که من بهشون میگم که نه من محسن رو دوست دارم و اینا، شروع میکردن پشت سر من پیش محسن صحبت کردن و برعکس پشت سر محسن پیش من صحبت کردن. و جالب توی روی ما میگفتم وای شما چقدر به هم میای، چقدر قشنگ کنار هم، ولی پشت سرمون اینجوری اذیتمون می‌کرد و این باعث شد که ما خیلی تموم بکنیم و آشتی کنیم. تا اینجای ویدیو اگر دوست داشتین و حال کردین دکمه کامنت، سابسکرایب، لایک، زنگوله آج رو حتما بزنین. یادتون نره که کامنت انگلیسی بذارین چون صحبتون نپره. بریم برای ادامه توضیحات. اون شب توی دوره همین من تصمیم گرفتم که این چیزی که به محسن گفته بودم اگه بهت دادم دیگه تمومه رو بهش بدم که و شاید این باعث اتفاقی بشه که دیگه اطرافیان انقدر اذیتمون نکنن. اون شب به شایان گفتم من میخوام این کارو بکنم. من اینجوری با تعجب نگاه کرد، گفت چی؟
گفتم آره. گفت آخه تو گفتی که اصلا به هم دیگه نمیخوره خانواده‌هاتون. گفتم اشکال نداره، من دیگه نمیتونم که این دوریه رو تحمل کنم. ولی که من نگاه کردم باشه. بعد اینجا یه جمله خیلی قشنگی بهش گفت که اون باعث شد که مثلا دل به دریا بزنه. غزال بهش گفته بود که میترسم اشتباه باشه. اون چی گفت؟ گفت اگر فکر میکنی اشتباهه انجامش بده، ولی میدونی که یک اشتباه شیرینی رو انجام دادی. اینو که گفت دیگه غزال خانم هم دیگه اومد. گفت حداقل به حرف دلت گوش آره. کردی. حتی اگر اشتباهه تو به حرف دلت گوش کردی. یه اشتباه شیرینی انجام دادی. و من اینجوری بودم که اوکی پس من این کارو میکنم. رفتم توی اتاق که بچه‌ها نشسته بودن و جلوی همه اون چیزو بهش دادم. یهو به من گفت اینجوری کرد. اینجوری بهش مشتم دادم. اینجوری زد به مشتم، من اینو باز کردم. من پشمام ریخت. همین شکلی بود. بعد یکم اینجوری به این نگاه کرد، باورش نمیشد که این اصلا یعنی چی؟ اینقدر زود امکان نداره، چون من بهش گفته بودم مثلا ممکنه یه سال دیگه بهت بدم این وسیله رو. و اینکه بعد خیلی سکانس جالبی بود. خلاصه آقا اون شب گذشت شد دیگه، اصلا عجیب و غریب با هم رفتیم تو فاز و تو لک هم دیگه و دیگه قربونت برم صدقه قدی‌تر شد تا یه هفته بعدش دوباره دعوا کار. بعد صاحبخونم به من گفتش که باید بیای که صحبت کنیم در مورد اینکه جانم مادرش میخوابش میاد داشتم جوش میکنم. اینجور بذاره خواب خیلی ناراحت بودم از اینکه قراره پناهو از دست بدم، چون میدونستم جوابم بهش چیه. رفتم و قرار شد که یک ماه من فرصت بده که من خونه رو تخلیه کنم. توی این تایم که من یک ماه فرصت داشتم که دنبال خونه بگردم، دیگه تصمیم گرفتم بیام توی خود شهر خونه بگیرم و شروع کردم تو شهر گشتن دنبال خونه و تو همین تایم من و محسن تموم کرد. به خاطر همین سوسه اومدن اطرافیان و این داستانا و دوباره با هم آشتی کردیم. وقت توی این تایم کوچولو که تموم کردیم و آشتی کردیم، بعد از آشتی کردن محسن گفت من یه خونه پیدا کردم. چه خونه‌ای؟ که میخوام میخواستم تنها این خونه رو بگیرم، چون میخوام که از خانواده جدا بشم و مستقل زندگی کنم. گفتم کجاست این خونه؟ گفت میخوای بریم ببینیم؟ گفتم آره کجاست؟ گفت دقیقاً بالا سر کافه‌ای که ما با هم دیگه توی اون کافه آشنا شده بودیم. گفتم جدی؟ گفت آره. از صاحب کافه کلید اینجا رو گرفتیم و خونه رو دیدیم و خوشمون اومد و قرار شد که من و محسن با هم زندگی کنیم توی این خونه. اومدیم خونه رو دیدیم و غزال خیلی خوشش اومد. البته اول گفت نه فلان اینا، بعد دوباره گفت بیایم دوباره ببینیم، شاید نظرم اول شد. دوباره اومدیم دیدیم و گفت اوکی همینجا رو میگیریم. خلاص همینجا رو میگیریم، چون من پناهو خالی می‌کردم. همینجا رو میگیریم و اینور اونور. گفتیم باشه دیگه. گذشت مثلا یه 2-3 روز گذشت تا طرف بیاد باش قرارداد ببندیم و قولا میکنیم و اینا. از شانس گندمون توی همین 2-3 روزی که اون مردی قرار بود بیاد قولا بکنیم ما باز تموم کردیم. حالا یکی از علت‌هایی که توضیح بدم، یکی از علت‌هایی که خیلی اصرار داشتم برگردیم یعنی بود که یه سری نشونه‌ها برای من خیلی عجیب بود. مثلا اینکه من اصلا این کافه رو نمیدونستم کجاست. اومدم این کافه، توی این کافه باهاش بحث کردم، با بحث شروع شد، آشنا شدیم، اتفاقی رفتیم بیرون، رفتیم پناه، اومدیم گشتیم، دوست شدیم، اون چیزه رو بهم داد، از اون چیزه من یه چیزی داشتم که شبیهش بود، بعد اون چیزه رو از جای پیدا کرده بود که اصلا خیلی عجیب غریب. یعنی همه اینا داستانش رو توی ویدیو بعدی حتما بهتون میگیم چیه و چه جوری پیدا شد و ماجراش چی بود و حتما تعریف می‌کنیم. که آره دعوا شد و غزال روز قولنامه بهم زنگ زد فلان اینا. منم گفتم که نمیام، قهرمونی اصلا جواب تلفن نداد. گفتم که اصلا مهم نیست، من خودم این خونه رو میگیرم و اصلا اهمیت نداره که محسن نمیخواد بیاد. من فکر کردم خب این خونه رو میگیریم و دیگه نگشته بودم دنبال خونه دیگه‌ای. من قولنامه کردم و فکر کردم به این خونه. من ته دلم مطمئن بودم که دوباره با هم آشتی میکنیم، محسن میاد سر خونه زندگیشو، اینجا با هم زندگی میکنیم. اومدم به این خونه شد همونو، دردسرهای جدیدی که بهش اضافه شد همون که چی شد؟ مخالفت و دخالت‌های خانواده من توش اضافه شد. حالا که چه جوری؟ چه بذارید من از اینجا براتون تعریف کنم. ببخشید ما دوباره با هم آشتی کردیم طبق معمول. بعد از اینکه با هم دیگه آشتی کردیم من به محسن گفتم خب پس برو وسایل جمع کن بیاد دیگه، چون ما قرار بود با هم زندگی کنیم. گفت آره اتفاقا فکر خوبیه، امشب میرم وسایلم جمع کنم میام. بعد به شایان گفتم شایان
امشب محسن میخواد جمع کنه بیاد، میریم دنبالش. گفت آره چرا نریم. بعد میون ما شایان فقط ماشین داشت. گفت آره میریم دنبالش، بهش بگو واسهشو جمع کنه امشب بریم دنبالش. گفتم باشه. زنگ زدم به محسن گفتم کی بیاین؟ گفت مثلا فلان ساعت دم در خونه ما باشین. آدرس داد و ما رفتیم اونجا. محسن با 3 تا چمدون گنده. قبلش ازش پرسیدم گفتم محسن خانواده‌ات مشکلی ندارن من تو با هم دیگه زندگی کنیم؟ گفت نه بابا اینجوری نیست و فلان. گفتم خب خدا رو شکر. ولی من شک کردم، یعنی اینجوری بودم که چطوری ممکنه یه خانواده‌ای که این میگه مذهبیان راضی بشن که بخواد با یک دختری بدون اینکه ازدواج کنه زندگی کنه. و خانواده منم اینجوری بودن که زیاد مهم نبود که من بخوام مثلا ازدواج کنم یا ازدواج نکنم. ما کلا اینطوریم که دوست پسرمون تو خانوادهمون رفت آمد دارن، یعنی به خانواده معرفیشون میکنیم. ولی خانواده محسن اینطوری نبودن. چون موقعی که من با مامانم صحبت کردم گفتم من میخوام یه خونه بگیرم جداشن. گفت ای چقدر خوب. گفتم که ممکن با دوست دخترم خونه بگیرم. گفت ای چقدر خوب، خیلی خوبه، اشکال نداره، خیلی کول برخورد کرد و من پشمام ریخت. شبش گفتم دیگه من دارم میرم و فلان و اینا، خونه گرفتم. گفت مبارک باشه فلان. اینا با کی؟ گفتم با دوست دخترم غذا فلان. بعد اینجوری قیافش خورده چپه چوس کرد و گفت که موفق باشی فلان. آره یعنی قیافش مثلا اینجوری کرد. خب مثلا ناراحت کرد خود قیافشو. گفتم که باهاشو خدافظی کردم و وسیله‌مو گرفتم و هلیکوپتر رفتم پایین. و اونجا بود که بعدش فهمیدم مخالف بوده، ناراحت شده و می‌خواسته جلوی منو بگیره. از اونجا دعواها و دخالت‌ها شروع شد و چه مکافاتی توی این داستانی که اتفاق افتاد. دخالت‌های دوستا و فضولی‌ها و چغلی‌های این و اون کم بود. خانواده هم اضافه شد. اینقدر هی زنگ می‌زدن و هی دخالت‌های بیجا می‌کردن که ما هی دعوامون میشد. مثلا بهش گفتم بابا اصلا جمع کن برو، من دیگه خسته شدم. انقدر کلید کردم رو اینکه باید جمع کنی بری و من خسته شدم که این بیچاره هم بساشو جمع کرد و رفت. از اون به بعد اینطوری شد که ما هی دعوا می‌کردیم، محسن میرفت، دوباره دلتنگ می‌شدیم، برمیگشت. میرفتم با 3 تا چمدون میرفت، با 3 تا چمدون برمیگشت. هی دعوا میرفت، یعنی پدر ما رو در آوردن. قبل از ولنتاین نزدیک 10-12 روز با هم دوباره آشتی بودیم طبق معمول. محسن برگشتم 2-3 روز قبلش دوباره دعوا کردیم. حالا قضا وسیله تدارک دیده بود، رفت باکس گرفته بود. منم چند تا چیز سفارش داده بودم. من قبلش از ذوقم رفته بودم براش یه دونه باکس سفارش داده بود. باکس درست کرده بودم و یه چیزی توش گذاشته بودم به عنوان هدیه که بچه‌ها بهتون نشون میدیم تو ویدیوی بعد که ببینید. این وقتی که تو خودت تعریف کن. دعوا شد، تموم شد. بعد منم گفتم که گور سر ولنتاین و ایکس و ایگرگ تا الان ولنتاین نبوده تا بعدش هم نیست، ولش کن فلان. خود داشتم خودمو گول می‌زدم. تا اینکه یه روز من رفتم بیمارستان، از بیمارستان داشتم میومدم سمت خونه، نگهبانی گفت که محسن جان یه لحظه بیا. گفتم جانم. گفت که یه بسته اینجا هست، مثل این که فکر کنم دوست دخترت واسه ولنتاین آورده. گفتم آ دوست دخترمون کجا فلان، یا خورده انکار کردم. گفتم اینا روش نوشته برای محسن این من. گفتم که باشه بده. گرفتمش و دیدم باکس ولنتاین. باز کردم دیدم شکلاته. باز کردم مثلا خوراکی مورکی‌ها رو گذاشتم کنار و فلان، تا اینکه دیدم روی کاغذ نوشته بیست ویشز که اینا همه رو یه 2-3 تاشو توی ویدیوی بعدی جنبه اسرارآمیز براتون باز می‌کنیم. باز کردم برداشتم این بعد اونور یه نوشته‌ای رو خوندم که نوشته ما که تموم کردیم و اینجور چیزا، یه تیکه از موهامو برات به یادگاری گذاشتن که برات بمونه. بعد من فکرم الکی میگه. باز کردم. بچه‌ها فکر می‌کنین مو تو چی بود؟ تو ویدیوی بعد می‌بینید. الان فوشه. من آره اونو که دیدم گریه زنگ زدم به شایان گفتم بیا دنبالم بعد بریم پیش قضا. شایانم گفت نه محسن این کارو نکن فلان. تو من تصمیممو گرفته بودم که دیگه برنگردیم به هم دیگه و به شایان گفته بودم که دیگه اگه من خواستم برگردم تو دیگه جلوی منو میگیری نمیذاری که برگردم. اون بنده خدا هم از استرس این که دوباره دعوا نشه بهم گفت نه تو رو خدا زنگ نزنی نریم ولش کن. و منم اون دو سه تا چیزی که براش گرفته بودم، یه گردنبند بود و یه مثلا دکوری خونه و این چیزا. ولی اون چیزایی که برام گذاشته بود، اون تیکه مویی که برام گذاشته بود توی وسیله‌ای رو خیلی جیگرمو داغ کرد. منم گفتم چیکار کنم، رفتم 20 سی سی خون از خودم کشیدم با هپارین که خون لخته نشه قاطی کردم، گرفتم مهر و مومش کردم گذاشتم توی پاکت بردم بهش دادم. اومدیم و رفتیم، یعنی 1 ساعت طول کشیدیم پروسه، ساعت 12 شب بود. حالا چه اتفاقی افتاد؟ خونو دید زنگ زد. خونو دیدم
که از دوستای مشترکمون که دختر بود خونه من بود و این زنگ زده بود به اون که بیا پایین یه چیزی برای غذا ببر بالا. من گفتم ولش کن، من مثلا نمیرم پایین، بذار خوش ببینم مثلا چی هست. ببین این رفت اومد بالا خونه آورد و من اینجوری بودم که ار میزدم. بعد بدو رفتم پایین که بهش برسم، این رفته بود. تو این فاصله مثلا که دوستم زنگ میزنه به محسن که محسن غزال اومده پایین دنبالت. اینا برمیگشت، شایان و محسن برگشتن و من بهش گفتم که همدیگه بغل کردیم و کلی گریه کردیم و اینا. و من بهش گفتم بیا برگرد خونه. گفت نه. مامانش نشسته بود 2 ساعت باهاش صحبت کرد و قانعش کرده بود که تو نباید برگردی و این احمقم گفته بود که باشه من برنمیگردم، من دیگه از بعد تو همین خونه میمونم فلان. بعد من گریه میکردم گفتم برگرد خونه. گفت نه مامانم گفته که ما باید فقط اول با هم دیگه ازدواج کنیم. بابا چون دهنت سرویس. قبل 2 سال گفتم من اصلا دوست ندارم که ما با هم دیگه ازدواج کنیم. کلا این شکلیه که الان مثلا حق با مثلا آقای ایکسه، خب میرم برقاش گوش میکنم. شما دوست عزیز بیای با این صحبت کنی منطقی باشه متقاعد. اصلا خیلی عجیب و غریب. حتی دروغ بگی یا متقاعد مهم نیست که الان تو داری مثلا یه کاری میکنی که بین ما رو به هم بزنی یا اینکه مثلا به نظرش منطقی میاد میگه آره خیلی عجیب و غریبه. الان میام مثلا بچه‌م شدم الان مثلا قضا با صحبت میکنه متقاعد میشم، الان یه درخت با صحبت کنم میگم خیلی بده بچه‌ها. خیلی اصلا خیلی بده. و ما سر این داستان خیلی اذیت شدیم. یعنی پدر منو سر این داستان دعوا میرفت خونه، مامانه بهش میگفت نه. من میگفتم نه راست میگه. دختری که با یک پسر زندگی میرفت خونه، مامانش بهش گفت نه دختری که با یک پسر زندگی میکنه البله، تو نباید این کارو بکنی. و خرش میکرد، نمیذاش با من ازدواج کنه، نمیخواست بذاره با من ازدواج کنه ولی خرش میکرد، گفت بذار بریم با هم خواستگاری، بعد تو برو باهاش زندگی کن. بعد این احمقم باور میکرد که اونا مثلا میان براش خواستگاری، منم که اصلا نمیخواستم ازدواج کنم. این خرم باور میکرد، میومد گفت نه من تو دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. من اشکی میریختم، میگفتم محسن تو به من قول دادی که من اصلا حرف ازدواجو نزنیم. گفت نه اینجوریه. برای روکن کنی مامانش اینو اینجا نگه داشتم. گفتم ببین اصلا اگه نمیگفتی مامانم گفته مهم نبود که بمونی، ولی حالا که مامانت گفته باید بمونی بعد این بیچاره هم موند. بعد دیگه خواست تو صبح من گریه کردم، غذا گریه کردم، غذا درد و دل کرد، من درد و دل کردم. اون شب باز دوباره به هم برگشتیم. خب یعنی اونقدر دیگه ما کات کردیم برگشتیم مثلا شاید بیشترین تایم این رابطه رو کات کردن تشکیل داد. مثلا اگه بخوای حساب کنی تو 10 ماهی که مثلا ما با هم دیگه بودیم 11 ماه کات بودیم. خب تا اینجای ویدیو امیدوارم که فهمیده باشین که به هر تصادفاتون گوش ندین، تحت تاثیر قرار نگیرین و عشقی که براتون میمونه. حالا اگه میخواین بدونین که این توش چیه و اون چیزی که من به محسن دادم که نشون میداد که عاشقشم و من عین همونو داشتم و در کمال تعجب محسن عین همونو داشت و به من داد. این داستانش چیه و کجا پیداش کردم و چه دستوری در موردش گرفتم. لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید روی آل و کامنت انگلیسی. یادتون نره که ما توی ویدیوی بعدی حتما برای شما تعریف میکنیم. ما شما رو خیلی دوست داریم. تا یه ویدیو بعدی خداحافظ.